سلام و درودی به پایان با کل مخلصان برنامه در شبکه‌های اجتماعی. فردوس خورسند تاپ خبرهای ورزشی را میگوید. آغاز میکنیم. منچستر یونایتد هم از کریستیانو رونالدو بیزار شد. نماینده های این دسته با یوونتوس پیشنهاد کردند که فوتبالباز پرتغالی را به تورین برگرداند. این را در حاشیه گفت و شنیدها دایر به گزارش ادریان رابیو از یوونتوس به امیو پیشنهاد نمودند. این را ژورنالیست پایگاه خبری ری اسپورت پاولو پاگانینی رسانه‌ای کرد و گفته می شود که همون نماینده باشگاه منچستر که بالای گزارش ادریان رابیو کار میبرد یک بار خواهش دسته امیو را در مورد برگردانیدن رونالدو با یوونتوس رسانید، اما دسته یوونتوس با این پیشنهاد راضی نیست و قطعا پیشنهاد دسته انگلیسی را رد کرد. آنها قید نمودند که ما قبلا چنین پیشنهاد را از جانب اگنت خود فوتبالباز ژورژ مندش رد کرده بودیم. دسته تورینی چند پیش مسئله برگشت رونالدو را میان خود محاکمه کرد و نتیجه خلاصه این بود که رونالدو دیگر هیچگاه با دسته بر نمیگردد. کیم چه خیلی کارهای به نظر شرمگین اطراف کریستیانو رخ میدهد. هیچگاه باور نداشتند که او همین طور کاریر خود را خاتمه میدهد. خود دسته منچستر هم چند وقتی اخیر با خود مثل که مونع نیست. یک رونالدو یک باشگاه با قول اتوریته رو دیوانه کرده است. مثلا شما همین رو تصور میکنید که پول پاگبا رو فروخته یک پول پاگبا دیگر خری، مثل که ماشینت رو میفروشی و عیناً همون خیل ماشین میخری. چه خیلی که در بالا گفتم نماینده‌های دسته منچستر یونایتد عازم شهر تورین شدند تا ادریان رابیو را از این دسته خریداری کنند. همین روز باید واخوری پرزیدنت باشگاه منچستر یونایتد جان مرتو با فوتبالباز 27 ساله برپا میشد. آنجا مسئله معاش و نرخ گزارش با فوتبالباز بررسی میگردد. همچنین در این برابر مبلغ اگنت فوتبالباز معین می شود که نمایندگی فوتبالباز مذکور را مادرش بر عهده دارد. ادریان رابیو دستپرور PSG است که سال گذشته از این دسته پاریژی با یوونتوس انتقال یافت. فعالیت فوتبالباز مذکور را در PSG ناموفقانه بها میدهند. در یوونتوس نیز او با قول گلی سری سبد نبود. منچستر همیشه چنین فوتبالبازان نادرکار را خریداری میکند و در نهایت میفهمد که درد سر خریده است. بارسلونا در فعال کردن فیشنگ چهارم اقتصادی مشکلی دارد. باشگاه کاتالانی نقشه داشت که 24.5% سهمیه‌های دیگری بارسا استودیوس را که برای دسته محصولات ایجادی آماده می‌کند با فاند GDA لوما با مبلغ 100 میلیون یورو فروشد، اما با گفته کاپ مشکلات در لحظه اخیر با وجود آمدند. از این رو احتمال می‌رود که تا روز شنبه برای ثبت نام نو خریده شده‌ها دسته بارسلونا وقت نیابد. 13 آگوست بارسا در دور یکم لالیگا دسته رایو والکانو را قبول میکند. اگر دسته بارسلونا سهمیه‌های نومبر شده را فروختن نتواند، دیگر اقتدار ندارد که در بازی اول موسم فوتبالبازان نو آورده‌اش را روی میدان برآورد. تا برگزاری واخوری مذکور ساعت‌ها به شمار ماندند، ولی مشکلی مذکور نوفهمی‌های زیادی را میان رهبریت باشگاه با وجود آورده است. یادآور می‌شویم که بارسلونا با روبرت لواندوفسکی، فرانک کسیه، ژیل کونده، رافینا دیاز و اندریاس کریستنسن شرطنامه همکاری بست و با عثمان دمبله و سرخی روبرتو نیز شرطنامه نو امضا کردند که آنها این تابستان اگنت آزاد گردیده بودند. از این رو این دو فوتبالباز مذکور نیز در قطار نوخریدها حقوق بازی کردن ندارد تا آنکه که مسئله اقتصادی خود را دسته بارسلونا به قول حل نکند. رهبریت باشگاه بارسلونا با اصطلاح خرید محشر کردند ولی عاقبتش را فکر نکردند. یا میگوید خیرش کم است. میگم این دسته یوونتوس از خریداری کردن فوتبالبازان دسته PSG با قول قیمت نشده است. نقشه های دسته یوونتوس این خیلی بوده است که ادریان رابیو را با منچستر بفروشد و با جای او لیاندرو پاردس را از دسته PSG خریداری نماید. با گفته اینسایدر معروف فوتبالی فابریزیو رومانو، باشگاه شهر تورین درباره شرط‌های شرطنامه با نیمه‌مدتگر 28 ساله PSG و تیم ملی آرژانتین لیاندرو پاردس علاقه با موافقه رسید. حالا پاردس منتظر اون است که دسته ها درباره شرط‌های شرطنامه و حجم جبران پولی کی با موافقه میرسند. در برابر رابیو همچنین دسته یوونتوس خواهش با فروش گذاشتن فوتبالباز دیگر آرتورو دارد. فوتبالبازان PSG نالازم شد با یوونتوس میفروشند و با یوونتوس که نالازم شد منچستر یونایتد میخرد. بعد منچستر دیگر فوتبالبازان چه خیلی که گم میشوند. من همین روزها کم کم مشاهده میکنم چه خیلی که دوستداران ورزش MMA رقابت اسلام مخاچف و چارلز الیویرا را برابر یعنی 50 در 50 بها میدهند. واقعا چارلز الیویرا برای اسلام حریف به قول طوفان است. شما فکر نمیکنید که مثلا اطرافیان اسلام از این حریف در هراسند؟
برای من عجیب این است که در همین وضعیت حبیب نورمگомедов که همیشه در بحث‌ها بهای عادلانه می‌دهد چی اندیشه داشته باشد؟ او گفته است که روز 22 اکتبر ما می‌خواهیم داخل قفس گردیم و او را محو سازیم. او این را می‌خواهد یا نه، ولی این چیز اتفاق می‌افتد. من گفته نمی‌توانم که الیویرا عموما در مقابل اسلام شانس ندارد، اما گفته می‌توانم که 70% به فایده اسلام خچف است. من به الیویرا با آن خاطر 30% بها می‌دهم که او رستگار پیشگویی نشونده است. از او هم در جنگ راستا و هم در پارتر همه چیز را انتظار شدن ممکن است. رزم او را پیشگویی نمودن دشوار است و برای ما حریف خیلی ناموافق هم است، گفته است حبیب نورمگомедов. اکنون بچه‌های قفقاز می‌خواهند یک بار دیگر اکتاگون UFC را به لرزه درآورند. با الیویرا مصلحت این است که خودت توقع نبیو، اینا بیساری میزنند. PSG باز میخواهد خط حمله خود را پرقوت نماید. میگم با مسی و نیمار و امباپه پرقوت نشد. اکنون ببینید این دسته کی رو خریدند؟ مارکوس رشفورد، فوتبالبازی که از 198% فرصت‌های 100% گلی را ویران میکند. اونا میخوان تا میانه موسم فوتبالباز مذکور پیراهن دسته پاریژی را به بر نماید. پایگاه خبری پاریس فانس دیروز رسانه‌ای کرد که گفتگوی باشگاه‌های منچستر یونایتد و PSG در مورد گزارش رشفورد به پاریژ علاقه حل خود را یافته است و شرط‌های شرطنامه آنها در راه محاکمه قرار دارد. در صورت با موافقه رسیدن شرط‌های شرطنامه، مارکوس رشفورد میتواند که به صف پاریژ پیوست شود. برای چی از منچستر یونایتد کسی رود شادی میکند؟ کانور مکگرگور باری نمیدونم چندم از برگشت خود به UFC درک داد. سابق چمپیون 2 وزن UFC کانور مکگرگور تصمیم گرفت که مرحله رقابت‌های خود را در UFC ادامه بدهد. او در صفحه اجتماعی خود نوشته است که بزرگترین برگشت در تاریخ UFC. آیا شما از این برگشت شاد هستید؟ نوشته است کانور مکگرگور. آخرین رقابت ایرلندی با داستین پاریه بود که سر و صداهای زیادی را به میان آورد. در این برابر برخورد مذکور به آن آورده رسانید که پای کانور مکگرگور شکست و او را توسط عربچه معیوبی از اکتاگون بیرون بردند. داوطلبان برای با او رقابت نمودند کمر عثمان و چارلز الیویرا میباشند که در صحیفه‌های مجازی اطراف رقابت احتمالی با ورزشگر ایرلندی نسبت دیگران زیادتر دهان باز میکنند. اکنون میبینیم که برگشت نوبتی به چی آورده میرساند. گمانم نوبت گردن است، شکستنش. با همین تمام تا دیدار نوبتی، خیر.